بسم الله الرحمن الرحیم. مهاجر چیست؟ سحرگاه زیبازیگاه طفلان کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید: بگو بابا مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشک از کنار چشم من به پرده پایین شد، ولی آهسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آنچنان پرسش جوابی نغز پالیدم. بدو گفتم: ببین فرزند دلبندم، تو میدانی که میهن چیست؟ بگفت: آره. تو خود روزی به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوسه بر رخسارش و غمگینانه افزودم: اگر در یک شب تاریک مشتی دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان برون آیی و شبها را بر روی سنگ فرش مردم دیگر بیاسایی، مهاجر میشوی فرزند، مسافر میشوی دلبند. سرشک تازه چشمان فرزند مرا تر کرد و اندوه روانش را مکدر کرد و آنگه گفت: دانستم مهاجر آدمی به خانه را گویند و من مصرع شعری ساده اش را ساختم تک بیت و در زیر لب افزودم: نیکو گفتی عزیز من، مهاجر آدمی به خانه را گویند، مهاجر خمره بیلانه را گویند.